لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. السلام علیکم تماشابینان عزیز، امیدوارم همگیتون خوب هستین. خوبی شما آرزوی همیشگی من است. ولاگ امروزمان از خوراکی سوبحانه تیار کردن سر میکنیم. در سوبحانه باشه کمتر گلکرم با تخم میپزیم. گلکرم شده تازه کردم، کاسرول کمتر آب گرفتم، نمک انداختیم، کمتر جوشیده کو نمی خیل کرده تریلکت گرفتم موندیم، تخم را کمیش کنیم و دو دانه تخم گرفتم. بس همین دو دانه تخم میرسه در این گلکرم ما کمتر نمک کردیم تخم دان دیگر تمام هیچی. وزیر نمیخی مایدهشون میکنم در تخم تر کده روغن از کارت کده ریختم بالای پیلته دمانم گرم شه میخی کده میپزیمشون. سوبحانه ما تیار شدن همین خیلی آمد و ما اشتیای طعام کدوم میخورده سه به ویو هم اشتیای طعام در جا باشه تیاری به خوراک عبید. خوراک عبید مانده مستوا میکنه. همه چیزاش ما شدم تازه کردم، نمیخی مایده شون کردم. گوشتم پسته نمیخی مایده میکنم برای مستوا، برای خم شوربا چیزی که در کوره همین گوشت که بزرگ میخرم میارم همش تیاره کده در مرزیلنگ میمونم. دوستانی عزیز کمتر ای مرزیلنگ دیرتر گرفتم موندم شب بگیم گوشت برای هوا خوش رو آب شدگی نبود. خیلی دک انداختم روغنی گردن ان شاءالله که آب میشه. تماشابینین عزیز ولاگ تا آخرش تماشا کنین، دستگیری فراموش نکنین. مهمانانی که نه با کانال ما اومدین خوش آمدین. از همگیتون می‌دارم رحمت برای دستگیری و برای سخن‌های خوبتون. خوراک عبید منم تیار شدن همین خیلامت کمتر زیلین کردیم و چکش کردیم. با ما اشتیای طعام کدوم خورده سه به ویو هم اشتیای طعام. مرحمت کنیم به دسترخوان خوکسارانه ما تماشابینان عزیز. ای گلکرمی سحر که تیار کرده بودم ایوه هم کمتر موند آوردم برای دسترخوانه کسی دیلش کشه خیلی میخریشه. ولاگ امروز مون دهم جا به آخر میرسانیم. از همگیتون می‌دارم برای دستگیری ها، برای سخن‌های خوب شما هستین که کانال ما پیش میرود. همش با دستگیری شما دوستانی عزیز. کسانی که ابونه شدگی نیستن پادپیسات کردگی نیستن حتما پادپیسات کنین، ابونه شوین، دستگیری کنین دوستانی عزیز. خیر در پناه خدا باشین مردم خوبی مسلمانی روی دنیا. تا ویدیو آینده خداوند همگیتون نگهبان باشه. خودتون احتیاط کنین. محبت می‌دیزن